سلام دوستا، امید که همگی جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای من ملکه هستم و در این ویدیو به شما 12 تا اصطلاح کاربردی و ساده در زبان پشتو را آموزش میدهم که واقعا برای کسایی که میخواهد زبان پشتو را به صورت ساده و آسان یاد بگیرد، این اصطلاحات مخصوص همان اشخاص است. پس اگر شما هم علاقمند یادگیری زبان پشتو هستید و میخواهید که زبان پشتویتان تقویت یابد، پس تا آخر ویدیو بیننده باشین و همچنین لایک و کامنت را فراموش نکنید. پس بریم که درس‌های خود آغاز بکنیم. اصطلاحات روزمره زبان پشتو. اصطلاح اول: بانه خوگه، شیرین باش. بانه خوگه، شیرین باش. مثلا بانه خوگه، تل مسکا وکړه، شیرین باش و همیشه لبخند بزن. بانه خوگه، تل مسکا وکړه، شیرین باش و همیشه لبخند بزن. اصطلاح دوم: مخفه کیگه، مخفه کیگه، ناراحت نشو. مثلا مخفه کیگه، هر څه بخشی، ناراحت نباش، همه چی درست می شود. اصطلاح بعدی، اصطلاح سوم: ژر راشه، زود بیا. ژر راشه، زود بیا. مثلا ژر راشه، درس پیلیگی. ژر راشه، درس پیلیگی، زود بیا، درس شروع می شود. اصطلاح چهارم: لیک صبر وکړه، لیک صبر وکړه، کمی صبر کن. مثلا لیک صبر وکړه، زه راځم، کمی صبر بکن، من می آیم. اصطلاح پنجم: هر څه سم دی، هر څه سم دی، همه چیز خوب است. مثلا اندیښنه مکوه، هر څه سم دی، تشویش مکن، همه چی درست است. اصطلاح ششم: مهربانی وکړه، مهربانی وکړه، لطفاً. مثلا مهربانی وکړه، دروازه بند کړه، لطفاً دروازه را بند کن. اصطلاح بعدی: ستا په لیدو خوشبینه شوم، ستا په لیدو خوشبینه شوم، دیدنت باعث خوشحالی من شد. مثلا ستا په لیدو خوشبینه شوم، ډیره خوشحال شوم، دیدن شما باعث خوشحالی من شد، بسیار خوشحال شدم. اصطلاح بعدی: ما ایسارو، مرا تنها نگذار. مثلا مهربانی وکړه، ما ایسارو، مهربانی بکن یا لطفاً مرا تنها نگذار. اصطلاح بعدی: ما هیروه، ما هیروه، فراموش نکن. ما هیروه، فراموش نکن. مثلا ما هیروه چی ماسخپن درس ولولی، فراموش نکنی که بعد از ظهر یا پیشین درس بخوانی. اصطلاح بعدی: ما یوازی پریږده، ما یوازی پریږده، مرا تنها رها کن. ما یوازی پریږده، مرا تنها رها کن. مثلا اوس ما یوازی پریږده، لیک فکر کوم، حالا مرا تنها بگذار کمی فکر کنم. اصطلاح بعدی: خدای دی مل شه، خدای دی مل شه، خدا همراهت باشد. مثلا سفر تزی، خدا دی مل شه، سفر می روی، خدا همراهت باشد. خب دوستان عزیز، این بود اصطلاحاتی که به شما آموزش دادم. اگر این ویدیو براتون مفید بودن، حتما این ویدیو را لایک کنید و سابسکرایب را فراموش نکنید و همچنان به دوستانتان هم شیر بسازید. و تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپارم. علام و ملشه.